خوش اومدین به کانال خیابون ویلا. من گیلدا هستم و امروز میخوایم ببینیم هفته آخر سال توی خونه خیابون ویلا چه خبر بوده. یادش بخیر اون سالا که ما خیلی کوچیک‌تر بودیم، بچه که نبودیم، بزرگ بودیم. ما یه آشپزی داشتیم تو خونه، اسمش علی بود. خدا بیامرزه، لابد مرده حتما. این از 1 ماه به چهارشنبه سوری و عید و اینا مونده بود، میومد از همه ماها، از مامان، بابا، مینا، شهمیر، همه پول میگرفت، پولا رو جمع میکرد، میگفت میخوام برم برای چهارشنبه سوری چیز بخرم. بعد میرفت اونجا، هم یه جایی بود مثل زرات خونه، هم چی که این چیزای به اصطلاح از این چیزای آتیش بازی و فشفشه و از این چیزا میفروختن، چون تو مغازه ها که اینا رو نمیفروختن. بعد میگرفت میآوردش اونجا. به سوریه هم مثل همیشه که خونه بابا سردار پر مهمون بودش، همه می اومدن. بعد عصر که میشد همه می اومدن گفت بیاین حالا میخوام چیزا رو روشن کنم. یه چیزایی بود مثل کوزه بود بزرگ، بعد اینا رو اول فشفشه و اینا عین این آتش بازیای الان که همه جا هستش و تو مثلا خیابون میبینیم، یعنی روزای عیدا و اینا آتش بازی میکنن، از اونا میذاشتش و بعد اون وقت از تمام خیابون ویلا، از اون دم چهارراه سپند به بالا پر میشد. می اومدن همه در خونه بابا سردار وای میستادن تماشا که این می اومدیم دم در، بیرون در میذاش اینا رو. یه چیزایی بود میگفتن کوزه، نمیدونم چجوری بود. این اولش آتیشای کم بود، بعد اصلا به اندازه یه ساختمون 2 طبقه آتیش مثل آتیش بازی میرفت بالا. همه دیگه وای میستادن و خوشحال. اینا ناشیس هم خیلی وحشت زده بود، همیشه میچسبید به من و سرشو میکردی که از صدای این آتیش بازی ها اینا ناراحت میشد. ولی خاطره خوبی بود، خیلی خوب بود. یاد جوونی ها، بچگی هامون بخیر. حالا دیگه اینجور چیزها رو فقط توی همین خیابونا و نمیدونم این جاهایی که از این کارا میکنن میبینیم دیگه. تو خونه ها خبری نیستش. ولی خونه بابا سردار اصلا چهارشنبه سوریش خیلی معروف بود. یک عده زیاد که مهمون داشتیم، یه عدم از ته خیابون و سر خیابون می اومدن جلوی خونه جمع میشدن و شادی میکردن و آتیش بازی میکردیم. بوته هم بود تو حیاتم، پر بوته بود، از رو بوته ها میپریدیم. یادش بخیر. اما برای شب عید، من مامانم خدا رحمتشون کنه از 1.5 ماه قبل از عید، یعنی تو ماه بهمن، میرفتن به شیرینی مثل حالا که نبود که انقدر شیرینی فروشی زیاد باشه همه جا و پر باشه مغازه ها اینا. یه شیرینی فروشی مخصوص بود تو میدون بهارستان به نام یاس، که خب خیلی ها هنوز میشناسن که کجا بوده. میرفت اونجا سفارش میداد برای مثلا 1 ماه آینده، باقلوا و نمیدونم نونای خونگی و اینا، البته خودش هم درست میکرد. اینا رو سفارش میداد، بعد مثلا 2 و 3 روز به عید مونده میرفت و اینا رو میگرفت میآورد. بعد خیلی جالبه که من یادمه اینا رو ماما یه جوری می آورد که مثلا ماها که بچه بودیم و اینا نبینیم، یواشکی می برد تو اتاق سالن مهمون خونه بود بالا، می برد اونجا. بعد اون وقت من و شهمیر میفهمیدیم. بعد شب که میشد میگفت که مینا بریم بالا، یواشکی بهش میگفت که بریم شیرینی بشینیم. خیلی بساط نوروز و موقع ها زیادتر بود. میرفتن اینا بالا، شیرینی ها رو میز میچیندن و اینا، که مهمونم از صبح زود خیلی میومد. من و شهمیر به من میگفت که دونی حمله برم میشه، میدویدیم یواشکی میرفتیم بالا، آقا جیبامون رو پر میکردیم.
از شیرینی و شکلات و آجیل و اینا میومدیم پایین. بعد مامان میگه ای پدر سوخته ها، باز رفتین دزدی. خیلی خاطره خوبی بود. و اون روزی که مامان شیرینی ها رو می آورد خونه، 2 دستاش خیلی پر بود از، یادم توی چیزای توی قوطی‌های آهنی، مثل آهنی بودش، چون باقلوا اینا رو نمیتونن که توی قوطی مقوایی بذارن چون نمدار میشه و خیس میشه. روزایی که مثلا یه 10 روز به عید مونده بود، 10 روز که به عید مونده بود، بابا سردار خودش دوست داشت یه حوضمون به شکل ستاره بود، آبی هم بود توش. اون موقع خب کمتر همچین چیزی بود. دوست داشت بابا سردار که اینا رو رنگ کنه، آبی میکرد، فواره ها رو روشن کرد. بعد از یه ماه پیششم سفارش میدادن به اون گل فروشی که روبرو خونمون بودش، گل بنفشه می آورد. مامان میگفت رنگ روشن بیار، نمیدونم اینایی که بنفشه تیره است هیچ معلوم نیست. دور تا دور خونه رو گل بنفشه میکاشتن. از روز اول عیدم که میشد، اولا که ماما همیشه به من میگفت که دونی تو از خونه برو بیرون و بیا تو. مینا ناراحت میشد، میگفت چرا اون باید بره بیرون؟ گفت برای اینکه خوش قدمه، قدمش خوبه. مینا میگفت نه منم میخوام برم. گفت تو هم برو ولی اون بیاد تو اول. از این خرافاتی که اون موقع ها بود. بعد از مثلا روز اول عید ساعت 8 صبح میدیم زنگ در زدن. آقا این خدمتکارایی که قبلا اونجا کار میکردن همه یه دونه گلدون گل سینری تو بغلشون بود، مثلا عیدی می آوردن اونجا، مثلا کلی هم عیدی میگرفتن و میرفتن. خیلی روزای خوبی بود، خیلی خاطرات قشنگی بود که الان هیچ کدومش دیگه نیستش. شما هم اگه خاطره‌ای از چهارشنبه سوری‌های قدیم دارین توی کامنت برامون بنویسین و یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنین.